درود دوستان ارجمند بینندگان گرامی‌قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های گنج فرهنگ است پیش‌روی شما و مهمان ما یک انسان بسیار هم فرهیخته پژوهنده مسائل فرهنگ آریایی، نامزد علمی فلسفه یعنی فیلسوف شاعر خلقی تاجیکستان استاد نظری یزدانی. استاد ارجمند را به استودیو خوش آمدید میگیم. سلامت باشید، آباد باشید. این برنامه‌تان، این روزنامه محترمتان، این خلق عزیزی ما، وطن عزیزی ما همیشه همین گونه که روشن و گرم و آباد است، همین گونه بماند تا جاودان است. سلامت باشید. استاد، شما از نمایندگان آن نسل خوشبختی هستید که با اگر به اصطلاح یک نوع فهماتر و علمی‌تر گوییم با یک الیت زیایان تاجیک بر به بر، پهلو به پهلو و دوش به دوش فعالیت بردید، هم در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان که اون وقت راهبریش را بسیار شخصیت بزرگ بر عهده داشتند و هم در زمانی هم فعالیت علمیتان هم فعالیت بخشی که شما در اتفاق نویسندگان سالها با بزرگان ادبیات بر به بر و دوش به دوش بودید و همزمان خودتان نیز در ترجمانی از زبان تاجیکی به زبان انگلیسی و از انگلیسی به زبان تاجیکی و روسی و دیگر زبانها بسیار فعال بودید و یک زمان حتی در از عربی به روسی. بله، این شکلی است. از عربی به روسی بسیار فعال بودید و عجیبش اون است که یک زمان در کوره سیاست هم بودید و همزمان در کوره سیاست هم پخته رسیدید و حتی در کمیته دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم یک مدت فعالیت داشتید. این همه گیرومان ها در ادبیات، علم و سیاست شما را امروز همچون یک فرد بسیار روشنفکر و زیایی اصیل عرقه در بین پیر و برنا معرفی کرده است و فکر میکنم از این بیشتر درباره شما حرف نمیزنیم چون شاگردان و مردم عزیزی تاجیک شما را علاقه خیلی بر وقت توسط کتاب‌هایتان، توسط کتاب‌های آزادگان و مسئله هایی که به آریایی بخشیده شده بودید و مجموعه های شعریتان خوب میشناسند. اما امروزه از صحبت ما گره میخورد به کتاب تاجیکان که در پیش‌روی ما از این اثر بی‌زوال و مؤلفش باباجان غفورov و شما از یکی شخصیت‌های خوشبخت‌ترین هستید که با باباجان غفورov خود ببینید. بیایید صحبت میکنیم درباره سرنوشت این بزرگمرد ملت. استاد باباجان غفورov قهرمان تاجیکستان، اکادمی علم‌های شوروی، در تاریخ علمی ما یگانه نفر است که به این درجه بلندی علمی رسیدند و چندین فضیلت و چندین مرتبه ها و مقام های دیگر. اما وقتی من با فعالیت و سرگذشت و اندیشه های این بزرگمرد روبرو میشم، همیشه یک صفت کاملا برای من مهم روشن میشه. این مرد عاشق ملت تاجیک است. وقتی که استاد را به کورس‌های کمسمان و مسکو میفرستانند، یک زمانی که اصلا تاریخ چیست، تاریخ تاجیکان چیست، شاید در اون زمانه بغیر از عینی و برتاد و بیرتس اینها دیگر کسی اصلا اندیشه هم نمیکرد، چیزی هم نمیدانست. همون دوره یعنی دوره که یک جوان عادی قطاری خوجندی و کورس‌های گویم که نسبتاً بلند مرتبه دولت شوروی می‌افتد و باید فلان علم‌ها را اخذ کند برای فعالیت سیاسی آماده شد. در همین دوره
مقاله های اولینش رو درباره تاجیکان می‌نویسد. یک در نظر من تقدیر هم با انسان کارهای میکنند. وگرنه در برابر استاد غفور شاید دیگرها هم بودن، حتما بودن. از بس که نامهاشان نمیدونم، من درباره آنها نمیگویم. اما بابا جان غفور از قدم‌های نخستین آغاز میکند و شناختن ملتش. و این شناختن مگه قدم به قدم پیگیری میکنم فعالیت استاد رو در جریان آفریدن این کتاب. قدم به قدم وقتی که ما پیگیری میکنیم به این نتیجه میرسیم که این عشق سال به سال مرحله بر مرحله فروزانتر، سوزانتر، جوشانتر شده است. اگر این قدرت، این احساس نبودی، این گونه اثر پیدا نمیشه. ما از خود تا بزرگی وطن ما امروز به شرافتی، من به تاکید میگویم، به شرافت احترامی که پرزیدنت محترم ما از قدم‌های نخستینی در مقامات عالی آمده شد. این موافق به روزهای آمده بود که و گمانم جشن 90 سالگیشان بود، یک جشن بزرگشان بود. ما من از اون جریان خیلی وابستم، چون که اینا شاید اگر بگویم به منفیت نباشد که استاد بابا جان غفورов یک دختر داشت، اون هم از زن روسشان بود و با اندیشه هایی که برای انسان معلوم هست، پسر خواهرشان را که خدا رحمت کند فرخ نام داشت، همراهشان بوده در مسکو تربیت کرده بودند. یک شخصیت بسیار برجسته رسیدگی لدنک است. به این درجه دقت کرده بودند که معلم فرانسوزی شده از فرانسه آورده بودند، معلم عربی شده نمیدونم از کجای دیگر. روسی که زمان مکتب میانو را با زبان روسی خواندگی بود، انگلیسی، فرانسوزی، عربی، اینها برای گویم که پسرشان گویم میشود، یعنی پسر خواهرشان یک گونه بود. و من آگاه بودم و وقتی که این یوبیلی را جناب عالی برگزار کردن، من میدانستم. فرخ آمدن گفتن که تمام من دعوت کردن، گفتن که یک مگنیتوفون بیار. مگنیتوفون آوردن میگه، ماندم 6 تن تنها به تنها، خودشان تنها 45 دقیقه در این نوارهای کسیتگی که بودن در این ثبت کردن و گفتن که این برای خلق من، برای ملت من یک روزه شاید برای یگان کس اکنون اون طرف شد. فرق برای من نگفتیم برای کدام آمدن. من در اون جشن شرکت داشتم. این رو اون کسیت رو فرخ با تنتنه در گمانم قصر وحدت بود در بین جمعیت برآورده با این گونه پیش سخن و جناب عالی دادگی بودم. من تا هنوز نمیدونم که در اون کسیت چی ثبت شده است. با شرافت احساسی وطن دوستی پیشوای معظم ما شخصیتی بابا جان غفورov قدر کرده شد، در برابر عینی قهرمان داده شد و این کتابی که امروز خانه به خانه جناب عالی تقسیم کردن، این تنها خدمتشان نیست. من
میدانم که همیشه در پی ترغیب این کتاب، بزرگداشت این کتاب، احترام این کتاب هستند و حاضرم همه شاهد هستند که باز کنکورس اعلان شده آزمونی بسیار بزرگ با مبلغ بسیار کلان. اوش به قدر این باید رسید و این گونه وطنداری رو باید آموخت از پرزیدنت محترم ما، از پیشوای محترم ما باید آموخت، قدم به قدم باید رفتن. و اجازه شما اولین چیزی که در این برنامه من گفتنی هستم این است که ما در مسکو تحصیل میکردیم در اون دانشگاه پژوهشگاه میگن شرقشناسی که مرکزی شرقشناسی جهان بود و این رو هم یک لحظه بگذارم که وقتی که خروشچوف غفورov رو از مسند کاتب یکمی جمهوری گرفتند و گوییم که به کار دیگر گذراندند، همین اینستیتوت شرقشناسی دادند که هر کسی که اگر خواسته باشد تاریخ اینستیتوت شرقشناسی شوروی رو اگر تحقیق کنه بداند که یک شعبه که اصلا چیزی کار نکرده است تا دوره استاد باباجان غفورov و کارهایی که استاد در این دانشگاه که در این پژوهشگاه کردند نظیر ندارد. چندین سلسله کتاب‌هایی که سرمحرر همه آنها خودش آمدند. این یادگاری‌های تاریخی که از یونان سر کردند، این گونه جلدهای رنگ خاکی دارند. بسیار سلسله محترم در جهان است. شاهنامه‌ای که استاد اون دوره چاپ کردند حاضر در بازار کتاب من نمیدونم نرخش چند شدگی است. شاهنامه فکسیمیل و مشرح و اون چیزها چند جلد دارد و چندین کارهای دیگر. و باز دور رفتم اولین چیزی که من بخواهم در این صحبت اعلام کنم و رو به جوانان من این سخن را گفتنی هستم که ما در این دانشگاه در این پژوهشگاه می رفتیم، دوستان ما بودن دیگر چیزها، اما این قدر عقل، این قدر فهمش نداشتیم که در با استاد یک دفعه سلام علیکم. یعنی زمانی اسپیرانتی شما به زمان راهبری آن کس در پژوهشگاه راست می‌آمد. گپ در دوره چی میاد؟ وقتی که ما سرگذشت چندین عالم ها را می‌بینیم که یک کلمه سخن استاد تقدیر اونها را حل کرده است. می‌دونید که یک جوانانی که نوکار هستند با راهنمایی، با یک راهنمایی و یک شاهراه برآمدگی هستند. من میتونم نام‌های اونها را بگم کی را چی شد چی. من چرا با جوان‌ها میگم؟ یعنی این عادت، این تعلیم در مدنیتی در فرهنگ کلاسیکی ما هست. ما خودمان نمیدونیم. میگوید که در کتاب‌های اخلاق ما هست که وقتی با یک منطقه نو رفتی، یک روستا هست، شهر است، ناحیه است، رفتی اولین کاری که میکنی باید فرزند انسانی با تربیت با فرهنگ کند، اولین کاری که میکنی در مزار اونجا فاتحه بگو. بعد از این سراغ بگیر که در این محله در این شهر با نفوذ مرد کیست و بیرو با او سلام علیکم. اینا در زبان دیپلماتیا تشریفات زیارت تشریفاتی میگن، پروتکل میگن. این چیز قاعده‌ای است. اینا انسان‌ها باید دانند. اون طرف اهمیت ندارد که از این بزرگمرد کی چی پیدا میکنند. تو شاید یک سلام علیک خلاص
شاید یک هدایت میگیرد، شاید یک مشکلی در این شهر دارد که با یک کلمه سخن این مرد بزرگ با نفوذ این منطقه حل میشد و مانند اینها. در هر صورت هر دفعه که من این کتاب باز میکنم، هر دفعه که بر یادم میاد اون اصطلاحی که در زبان تاجیکی بسیار هست، انگشتی ندامت میگذارم و انگشتی ندامت میزنم که چرا ندار آمدی سلام علیکم و مانند اینها. اگر بیم بسر اینکه واقعا برای ما این خوشبختی بود که مشاهده کنیم استاد رو در شما بسیار خوب گفتید که من از این بسیار افتخار میکنم. استاد از مسکو آمدن دوشنبه و گمانم حدود 1 سال دیگه برنگشتن و راهبری اینستیتوت شده از این دوشنبه انجام میدادن و یکی از جانشیناشون که کریر تبار بودن فهمیدشون کیم است بفیرا بعضا اونها می آمدن و فروخ برای من میگفت کیم آمده این گپ شد دیگر و این وقتها در دوشنبه بودن و توابهشون همینجا میگفتن. یک روز در این کنفرانس که در اکادمی ما هست یک بخیرم مجلس بین الخلقی بود و ما در زال ششته بودیم و در ریاست مهمان ها و استاد آسیمی و اینها نشستگی بودن. در که از دست چپ کنفرانس می‌دارد همون در معلوم بود. یک نگاه کردم که همون در آهسته گشاده شد و یک کلمش نمایان شد، یک سر نمایان شد، تاخت پوشیدگی. دقت کردم که سر استاد باباجان رفته است. زن حالی نمی‌بیند. بعد یک دفعه دیگر آهسته درک شدن و نیمشان همین خیلی نمایان شد، نیمی صورتشان اندامشان نمایان شد. ریاست نمی‌بیند که استاد غفارov در لحظه در ایستاده است. استاد آسیمی نمی‌بیند. زال شما تصور کنید در این زال فیزیک هست، شیمیک هست، جوان هست، کلاسال هست، زن هست، مرد هست، یک جمعیت خیلی گوناگون نشسته است. من با سخن تصویر کردن نمیتوانم این زال چگونه ترکی وقتی پیکری باباجان غفارov در نزد در پیدا شد ریاست نمیبیند، زال دید. وقتی زال استاد دیدن این زال چگونه ترکی اونم گفتن نمیشود. این ترکیش قسکو سرش این زال همه خیست بپا. ریاست حیران شد چی گپ شده است. بعد یک استاد آسیمی دیدن که غفارov در نزد دویده فرآمدن. کس اینجا میشینن در قطار اول میشینن همه خیستگی باید. این گونه تصویب محبت خلق به یک انسان، مهر امضای ملت در یک شکل روشن که انسان چی خدمت کرد و این ملت چگونه دوست میداد. این گونه ظهور محبت را احترام را من دیگر ندیدم. خب معذرت میخوام که احساسی بشم، به احساس این چطور صحبت کردن نمیشه. و یک وقت اومدن گفتن که استاد آسیمی شما رو به ملاقات با استاد باباجان غفارov دعوت کردن. این برای ما مکافات غیر چشم‌دار شد، شخصا برای من. من اکنون نمیدونم که گپ در مورد چی برد. بعد وقتی که روز و ساعتی که رفتیم اون کابینتی که استاد نشستن در آمدگاه کابینت یک زلی میانه است، خود در گفتن نمیشد، بزرگم گفتن نمیشد. در این زل ما آمدیم
یک 4-5 نفر حالا در یاد من نیست که ما جوانان کیا بودیم. بعد فهمیم استاد باباجان غفورов از استاد آسیمی طلب کرده بودن که سبیری تیمنی молодых подающихся большие надежды ученых. یعنی عالم های جوانی که این دولت، این ملت از اینها امید دارد. و ما چرا من تکرار میکنم میشه؟ چونکه باید روشن میشه در دوام صحبت کرد. ما هم اگه 4 یا 5 نفر جوان ها بودیم. بعد شیشتیم اون استادان دیگر آمدن، نامشان نبگم که بودن. بعد از کابینت استاد هاشمی از کابینت پرزیدنتی اکادمی فنها برآمدن. استاد باباجان غفورов در مابین، جبار رسولov از دست راست، محمد هاشمی از دست چپ آمدن و در سر استول نشستن. من فیلفور فهمیدم که استاد غفورov مهمانو را نگاه کردن، ناراضی شدن. از وجاهتشان معلوم بود. و به درجه ناراضی شدن که اولی سخنی که گفتن به هاشمی این بود که محمد سیف‌الدین‌ایش، من از شما خواهش کردم که عالمان جوان امید بخش رو دعوت کنید. صحبت روسی بود از اول تا آخر. عالمان جوان امید بخش رو دعوت. شما باز همون با اصطلاح دوستای خودتان دعوت کردید. یعنی جوان ها هم اگه ما 4-5 نفر بود دیگر همون این قاعده این دنیا همیشه است. در اطراف کلام ها همیشه ایگونه یک جمعیتی هست که همیشه کوشش میکنن که نزدیکی این بزرگ ها باشن. و محمد سیف‌الدین‌ایش البته یک شخصیتی بود که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام شوروی یک شخصیتی بسیار مهم بود. خب استاد سخن سر کردن من اون لحظه نفهمیدم، چند سال بعد هم نفهمیدم بزرگمیری عزیز. بعد چندی سال فهمیدم که استاد باباجان غفورov عالمان جوان امید بخش را دعوت کرده وصیت گفته بوده است. وصیت به هر گونه می شود. وقتی اندیشه میکنم من به این نتیجه میرسم که استاد بعد از این واخری 1-2 سال دیگه زنده بودن. متا منظر آخرشان همراه فرخ من میگم که در قطار صاحب اعضاها بودن. گفتن که من این صحبت رو یک دفعه نوشته بودم، اون رو من دارم که برگشته می نویسم. آز را چی سر زبان با یادم میاد اجازه صحبت میکنم و اجازت شما برای بیننده ها. گفتن که البته صحبت روسی است، البته بایگری تاجیکستان کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان است. با یک وجاهت صحبت میکنن که این جبار رسولov محمد هاشمی طبیعتون قسم میدونن. ما احساس میکنیم که وضعیتی هست که این دو بزرگوار باید همین کلمه به کلمه دقت کنند در یاد بگیرند. گفتن که البته بایگری تاجیکستان کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان هست. جبار رسولov یک خط میجوبد. البته بایگری تاجیکستان طلای سفید تاجیکستان است. جبار رسولov کس یک میجوبد. اما بایگری اساسی ملت تاجیک
Это его интеллектуальная способность. Джаббор Расулович این بایگری را با بازار جهانی برآوردن در کار است جبار رسولش. هر دفعه که جبار رسولش میگه من برگمونم که یک ضربه خاطرمان و یک لحظه خاطرمان میگه که من دیدم جهان را دیدم. من در مسئله که شما نشسته بودم این کارها را باید کردم و اینجا این نکته را شما جدا کنید که با بازار جهانی برآوردن اون سالها این کلمه وجود نداشت. این تعبیر بعد از گربشاه پیدا شد. این وظیفه امروز هم در نزد ما ایستاده است که این وظیفه را در این واخره که پرزیدنت محترم ما با در دانشگاه بین المللی زبان ها داشتن یک دفعه دیگر گفتن ببینید خود به خود ما میگیم که چگونه مکتب غفورов را پرزیدنت ارجمند ما امام علی رحمان دوام میدهد. مگر از اون که کتاب‌هایی که نوشتن تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان نگاه به تاریخ تاجیکان و این دو کتاب آخران که زبان ملت هستی ملت اینها ادامه بی‌واسطه همین کتاب هستند و ادامه روحیه استقلالیت ندارد. این کتابی که در دست هر یک خانواده است این کتاب در روحیه نوشته شده است که این گونه گلوی مؤلف در حالت فشردن است. اینا در یاد بگیرن. گفتن که ما نسبت به عالم ها سختگیری کردیم. بابا جان غفور گفتن واقعا اینا من میدانم. این یعنی چی معنی دارد؟ معنیش این است که وقتی که ما در کنفرانس های بین المللی و آخری های بین المللی در تاجیکستان در دیگر شهرها در مسکت در اینجا وقتی که با رفیقای خود ما همسالای خود ما با میخوریم حیران میشیم که اینا چگونه نامزد علم هستند چگونه دکترهای علم هستند. واقعا سطح اونها به استثنای روس‌ها همیشه پیش قدم بودن اینا دانستن در کار است. اینها یک زینه دو زینه از عالمان تاجیک پستر اینا غفور رو گفتن که ما نسبت به عالمان جوانمون بسیار سختگیری بیرحمانه کردیم. اما گفتن شاید برای اونها سخت آمده باشد اما برای ملت برای دولت خوب شده است چون که یک اسپیرانت تاجیک یک نامزد علمی تاجیک از بعضی اکادمیک های دیگر ملت ها بلندتر هستند. این گونه سخن گفتن. یا در باره خدا میفهمه دیگر در باره چی میره گفتن که میراث ملت را صاحبی کردن در کار است. مثلا استاد غفور موسوی مثلا این سال در فلانجا معلوم است همه ما بدانیم که در کجا در فلانجا آثار ابو عبدالله رودکی را ترجمه کردند به زبان خودشان و نوشتند که ترجمه از زبان فارسی. اینقدر به خشم آمدگی بودن. Это научно несостоятельно. گفتم خشمشان پس نشد. سرشون کردن. Это бездоказательно. بازم همین خشمشان آرام نشد. به سیلای مردم دلشان تر نشد. هم بودن که это
хулиганство. این قدر برای میراث ملت، آبروی ملت. خب وقتی این کتاب نشر شد در مسکو، بزرگ شما تصور کنید که قدیما در مسکو در بین دیگر ملت ها یک وجه بلند شد. ما به همین هم بسیار سربلند نگشیم در همه بحث ها. خودی این مردم دیگر میگفتن که تاجیک ها اکثر گردن در همه بحث ها در سالن بالا بود. وقتی این کتاب چاپ شد اون شور و شپ جوانی رو تصور که جوان ها چگونه میشوند و سر شد باز یک مرحله اذیت با وجدان افراد. یک بار در ژورنال وپروس هیستوری دو مقاله بسیار شدید نشر شد. این ملت چی است؟ این ملت خودش را از دیگران بالا گذاشته است. این گونه نام و به این عنوان حتی روس‌ها کتاب ندارند. چرا گروزینی نیست؟ چرا ارمنی نیست؟ چرا اوکراینی نیست؟ چرا تاجیکی هست؟ این گونه گپ. این بحث بسیار شدید ادامه کرد. یک 2 سال به گمانم ادامه کرد. من تقریبا یک 3-4 ماه پیش یک چیز ضرورت داشتم برای پیش از نشر کتاب آرمان‌های آریانی ضرورت داشتم. گفتم اون شماره های وپروس هیستوری نه در کتابخانه اکادمی نه در کتابخانه ملی نیافتم متاسفانه. اما در اون نفس که یکی از این مؤلفان اکادمیک نارسکی بود، تاریخ مورخ بسیار برجسته بود، اون بود با یک نفر دیگر. و در جواب اینها بسیار دانشمندان جهانی روس، اکادمیک ریباکوف و با یک نفر دیگر نامش سر زبان هست، شاید در یاد میگیرد. اون کس جواب نوشتند و برای ما باز یک سبب سربلندی دیگر شد که اکبر ترسون و یکی از آدمان جوانی که ما باید بدانیم اونهایی که این برنامه شما را تماشا بکنن باید بدانند که اکبر ترسون این گپی سالهای 70 است. اکبر ترسون در مسکو در محیط انتلکتوالی، در محیط گومانیتاری، یعنی فیلسوفان، فیلولوگ‌ها، ژورنالیستان دیگر یک ستاره درخشنده بود. در اساس فلسفه اکادمی علوم‌های سر وقتی که اکبر ترسون سمینار میگذارند، سمینار یعنی یک انجمنی که شما در نتیجه جستجوهاتون به یک نتیجه روشن میرسید و اینها برای مردم معرفی میکنید. وقتی این کار اکبر ترسون میکرد در اون زل جای نشستن و جای راست ایستادن نمیماند. در مسکو. در مسکو. این گونه این درخشندگی اکبر ترسون 1 سال 2 سال نبود، تقریبا 20 سال بود که او بیشتر وقت در مسکو بودن و این کسان نوشتن جوابی بسیار سخت نوشتن. به همین این کشمکش ها گذشت. گمان میکنم که نفسی استاد خدا رحمت کنه نفسشون رد شدگی بود اون وقت. و وقتی که ما درباره این کتاب صحبت میکنیم امروز از نگاه امروز یعنی چی؟ نگاه امروز یعنی از نگاه موقع صاحب استقلال بودن. اینجا میرسید
و مهمترین صفت این کتاب این است که یک ملتی که ما فراموش نداریم که ما تاریخ بلغمی داریم، تاریخ نقشخی داریم، تاریخ تبری داریم که اونها تاریخ بیهقی دیگرها اینها بسیار کتاب‌های معروف جهان هستند، نه تنها برای ما. اما علم تاریخ نگاری اصل 20 و 21 این کاملا تاریخ نگاری دیگر است. قدر و قیمت هر گونه تحقیقات علمی از آن جمله از آنجا نشأه میگیرد، سرچشمه میگیرد که چگونه ادبیات در این جریان آفریدن این کتاب استفاده شده است. این رقم گذاری نشده است، این تنها 948 964 این 120 صفحه تنها رویخط ادبیات است که من اگر که معلوم باشد برای بیننده ها در 2 ستون است به حرف خود است که این بگمانم چند صد کتاب است و همه اینها ادبیات تاریخ شناسی تمام جهان است. یونانی، ریمی، نمیسی، انگلیسی، روسی، اون ادبیات معاصری که در امریکا و در فرانسه و این جهان نشر شده است. اینا یک طرف میمونند و سرچشمه ها میگن. سرچشمه هایی که نام بعضی از اونها رو حالا ما نمیدانیم. خوشبختانه در دوره استقلالیت یک قسم اینها رو ما نشر کردیم، اما ادبیات تاریخ نگاری هست که حالی برای ما کاملا آشنا نیست و ما باید این کار همه اینها رو استاد باباجان غفور در جریان کارشان استفاده بودگی است. شاید کتابی است که 5 جلد است، از اونجا شاید 1 سطر استفاده نبوده است، اما با این کتاب آشنا شده است. تمام حفریات هایی که در حدود قلمرو آریانا، خراسان، ماوراءالنهر، اینایی که به هر نامی که بگویید تنها عجم نگویید و آثاری که حرکت آریانی ها به جانب شمال رفته تا اورال و اینجاها میرسد، سیبیر میرسد و حفریاتی که به طرف هند میرود، این مهاجرت آریانی ها است. تمام اینها در این کتاب فرا گرفته شدگی هستند و این ببینید یک حکم تاریخ است. تاریخ یک چیزی عجیب است و برگردم بر صحبتشان و در اون صحبت یک جمله گفتن که من دائم تکرار میکنم و همه ما باید اون استفاده کنیم. گفتن که بسیاری ها میگن که تاجیکان چارواداران نخستین، تاجیکان بیناکاران نخستین، در چارواداران آبیاری کننده ها و میلیاردران نخستین، دیگر گفتن ما را میگن که شما از حد میگذرانید تعریف ملت ها. گفتم که ما از حد نمیگذرانیم، ما این это в истории, это случилось не по нашей воле. Так распорядилась история. یعنی آنچه که ما در صف اول تمدن مثلا آبیاری و خانه سازی و دیگر ها هستیم، این چیزی نیست ما این را خواسته باشیم. جریان تاریخ این گونه حکم کرده است که آریا تباری ها و امروز تاجیکان در صف اول باشند. تک распорядилась است، این حکم تاریخ بود گفته و در این
جواب اون چیزهایی که مثلا برای یک آدمی که وطن دوست هست، یک آدمی که بسیار میخواد که تاریخ وطنش رو من گشته و برگشته خواهد بشم، گشته و برگشته احسن میبینم که مثلا از این گونه خریطه ها در این کتاب خریطه های هستند که از ادبیات دیگر اقتباس شده هستند، اما چندی خریطه هست که این خریطه ها رو استاد خودشان ساختند. این یک نکته دیگر که من این تصویرهایی که ببینید اینها وقتی رنگه باشن بسیار زیبا میشن. اینا رستوراسیون میگن، یعنی رستوراسیون علمی میگن، یعنی برقرار کردن علمی میگن. اینها رو با کدام شکنجه، با کدام عذاب، با کدام مشقت، با کدام ریزه‌چینی از اینجا اونجا، با کدام رسام ها و این هر رسام ساخته نمیتواند. رسام این علاهیده است، رسام تاریخ نگار است. در دانشگاه پالیگرافی مسکو این گونه متخصص تربیت کرده میشود که اصول تاریخی را میکنند، دیگر از همکاری اینها را جلب کردن. این ببینید اصل 5 تامیلات استاد همین ها رو پیدا کردن که مردم ما انگاز 2020 باشد 2520 سال پیش 2600 سال پیش باباهای ما چقدر سر و لباس داشتن و دیگر و اون چندین اینجا تصویرهای هستن که سر و لباس و فرهنگ خانه‌داری، فرهنگ لباس، فرهنگ معیشی که ما میگوییم عرفی، فرهنگ عرفی ملت ما رو با رنگ تصویر و روشن نشان می‌دهد که همه اینها کار آسان نیست. اینا جان فرسایی هست، فرسودن جان هست، آفرین جان شما. من گشته و برگشته آفرین میگویم به اون غیرت، به اون قدرت و به اون عشقی که دارم. من از اونجایی که آغاز کردیم که از روز نخستین فعالیتشان در اون مکتب کمسمال مسکو شد، اون وقت ممکن 8-10 ساله باشم بگمانم، 19 ساله باشم. از اونجا سر کرده بعد در دوره جنگ کتاب دارم همراه پروخورف، نیکولای پروخورف کتاب دارم که این یک زینه همین کتاب است. بگمانم تاریخ وطنداری است، همین خیلی است همراهی و بسیار افسوس خوردم. من بسیار جستجو کردم که این نیکولای پروخورف کی هست. نیافتم، نمیدونم، هیچ کس نمیدونم متاسفانه. حتما من را میومد نگاه وقت که چی آدم بود که استاد در برابر استاد هم قدم بودن با این کس. ما نباید از یاد نبروریم این خدمت را و خدمت های اونهایی که برای با انجام رسیدن این کتاب خدمت کردن. اینجا مثلا خدمت رفیقینت هست، خدمت ارخیولوگ هست، خدمت رستوراتور هست، خدمت ترجمان هست. اگر در یک خانواده 5 نفر باشد، این 5 نفر نخواند، اگر حتما 1 نفر 2 نفر این را میخواند. برای ما بسیار مهم است که برای نجات ملت، برای وحدت آفریدن، برای ما مهم است که در یک خانواده 1 نفر یا 2 نفر این کتاب رو به قدر برداشت خویشتن بخواند. این گونه است. این یک عمل وطن دوستی است و شاید پیشتر از وطن دوستی یک عمل احترام خود را دانستن و احترام خود را یک ذره بلند کرده در این چیز برای ملت ما. من گمان میکنم که در حال حاضر فعلا اینقدر که گفتیم شاید کفایت باشد. نتیجه صحبت شما این بود که با دولت، با علم
در صورت جناب رسول و این در صورت محمد آسیمی و با جوانان در صورت ما این بود که این فرهنگ بسیار کامل ایار است، کامل هست، محترم است. این را محترم بداره. مقامات دولت باید این در صورت رسول باید محترم بدارد، اون را پشتیبانی کند، اون را معرفی کند. در کتاب‌های قدیمه ما در آثار بعدینه ما چیز کمتر مشاهده کردم. در آثار قدیمه ما، آثار تا اسلامی ما دو اصطلاح هست. اصطلاح خویشتن شناسی هست و اصطلاح خویشتن شناسانه هست. به همین شکل خویشتن شناسی و خویشتن شناسانی این یک عمل برای تقدیر ملت، برای تقدیر دولت، برای عزت ملت، برای عزت دولت بسیار مهم است. توانستن خویشتن شناسانی. با عرض تشکر فعلا برای شما، برای همه هایی که برنامه را تماشا میکنن سر بلند آرزو میکنم، دستی کشاد آرزو میکنم، خاطر جمع آرزو میکنم. ما استاد رو با برنامه خوش آمدید میگوییم و از بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت خواهش میکنیم که با ما باشند و از خاطره های استاد نظری یزدانی در مورد بزرگواری بابا جان غفورov و خدمت های ایشان در خویشتن شناسی و خویشتن شناسانی بهره مند شوند.